قرار با هم دیگه ویژن بورد درست کنیم. من خودم خیلی دوست دارم امسال به تمام اهدافی که تو ذهنم برسم، چون خیلی کوچیک نیستن، خیلی بزرگه یکیشون و میخوام صد خودم رو بذارم برای اون بزرگی که باید امسال بهش برسم، چون یا میرسم یا میرسم. اگه به خودتون اعتماد داشته باشین میشه، فقط اعتماد کنید به خودتون. بریم سراغ این که برای ویژن بورد چیا نیاز داریم. برید چیزایی که دوست دارید. صدای این قسمت به مشکل خورد ولی خب خلاصه بریم پرینت بگیرید. بعد به یه تابلو نیاز داریم. من رو تابلو میزنم. ببین اینشو میخوام که میشه این ورش خیلی بده ولی این ورش، من چون عکسم زیاد بکنم به 2 تا از اینا نیاز دارم و در آخر یک چسب ماتیک. همین دیگه. بریم با هم اینا رو قیچی کنیم. به معنی کلمه دستتون رو اینجا از دست ندید. نصف برگه رو تقریبا قیچی کردم. بهتون نشونش میدم. مثلا از اهدافم بگم. ببین خیلی زیادن، مثلا یکیش زندگی سالم، درس خوندن، تهران و این بزرگترین هدفمه آقا. ببین من منتظر روزیم که عکسی که خودم گرفتم بزنم کنار این ورزش رو واقعا دوست دارم جزو از روتین زندگیم قرار بدم. الان دارم اریال کار میکنم و عاشقش شدم. دوست دارم برندم خیلی قوی تر از الان بشه و خلاصه یک سری از چیزایی که دوست دارم واقعا امسال تیک بخورن و کلا ویژن بوردم همینه دیگه. تابلو آرزوهاست. شما یه تابلو دارین که توش همه اهدافتون رو زدین، چسبوندین و هر روز بهش نگاه میکنین و انگار کمک میکنه شما توی اون مسیر قرار بگیرین و به اون راههای فرد نگاه نکنین و خلاصه کار خودتون رو برای رسیدن به هدفتون انجام بدین. به حرفای بقیه اصلا توجه نکنین. من خودم فکر نمی‌کردم الان در حال حاضر 20 تا فالوور داشته باشم، ولی خب شد و دوست دارم سال دیگه این موقع 50 بار حداقل داشته باشم. تو یوتیوب به 5000 نفر رسیده باشه خانواده‌مون. الان خیلی کوچولیم، الان که دارم ویدیو میذارم 15 نفریم، ولی خب شاید بیشتر از حتی چیزی که تو ذهنمه برسه. بریم دیگه، بریم برای ادامهش. بریم تو پینترست ویژن بورد فوتو رو سرچ کنیم، بعد کلا داشتن این عکس‌ها پیدا کردنشون. بعد میتونین یک نمونه کلاژ که اومده رو انتخاب کنین و خودتون کلاژ خودتون درست کنین، کلاژ بقیه رو تغییر بدین، برای خودتون کنین. کلی کار میتونین بکنین. خلاصه دستتون خیلی توی پینترست بازه کلا. و این شد این همه عکس. خیلی خوشگل شد، خیلی دوستش دارم. الان میذارم توی قاب و میزنم به دیوارم دیگه. البته ببرم چیز بگیرم، میخ بگیرم برای اتاق چون چیزی نداره. فعلا میذارم توی شوفاژم. آقا من تمام عکس‌ها رو براتون میذارم توی چنل تلگرام، همونجوری که خودم توییدم کنار هم. حالا اگه دوست داشتین اونها رو پرینت بگیرین، دوست داشتین چیزای جدید بگیرین. پرسیده بودین که به نظر واقعا ویژن بورد جواب میده. به نظر من آره 100%، چون هر روز داری اینا رو میبینی و هیچ وقت یادت نمیره که چی میخوای و یه جوری اگه به اینا نرسی انگار پیش خودت شرمنده میشی. پس همش تلاش میکنی برای اینکه زودتر بهشون برسی و تیکشون بزنی. خلاصه به نظرم خیلی بهتون انگیزه میده و عملی میشه اگه تلاش کنین، پشتکار داشته باشین. همه چیز شدنه، هیچ چیزی بدون تلاش نشدنی نیست. و اینم بهتون بگم که من با پینترست گفتم که تو قسمت کلاژ برای تو گوشیم درست کردم که نمونه تو گوشیم اینجا براتون میارم و سری عکس هم اینجا اضافه آوردم. عکس و تکست که اینا رو میزنم اول پلنرم تو صفحه اولش. خیلی به نظرم باحال میشه. هر سری باز میکنم برنامه‌ریزی کنم با اینا روبرو میشم. همین دیگه. خیلی دوستتون دارم واقعا. اگه بازم سوالی دارین تو کامنت ها بپرسین، حتما بهتون اونجا جواب میدم. لایک و سابسکرایب بهتون نره تا ویدیو بعدی. بای بای.